درس نهم از کتاب English Vocabulary Builder از سری کتاب‌های English for Everyone از انتشارات پنگوئن. Around the house. درس امروز ما در رابطه با خونه و اجزای اون هستش و چیزایی که داخلش داریم و مسائل مختلفی پیرامون خونه است. 9.1 Homes, rooms and furniture. یعنی خانه ها، اتاق ها و اساسیه منزل. در پایین این ساختمون بزرگ که ما در ایران بهش میگیم یک آپارتمان، ببینید که به امریکن انگلیش بهش میگیم apartment block و در بریتیش انگلیش بهش میگیم block of flats. یعنی به هر کدوم از خانه های در واقع مستقل در این ساختمان در امریکن انگلیش میگن یک اپارتمنت و در بریتیش انگلیش بهش میگن فلت. اون قسمت اضافه‌ای که جلوی پنجره در واقع بیرون زده و میشه داخلش رفت، به اون قسمت میگن بالکنی که ما در ایران بهش میگیم بالکن. خود یک خونه به تنهایی، خونه که آپارتمانی نیست، اجزایش از بالا به پایین به این شکله. اتیک که بعضی وقتا به جای انباری استفاده میشه، یا یک اتاق خیلی کوچیک که سقف شیبدار داره. پله ها در یک ساختمان رو بهش میگیم stairs. اون طبقه‌ای که بالای این پله ها هست رو بهش میگیم upstairs و طبقه‌ای که پایین پله هاست بهش میگیم downstairs که ما در فارسی بهش طبقه بالا و طبقه پایین میگیم. زیرزمین میشه basement. حیاط جلوی خونه به امریکن انگلیش میشه یارد و در بریتیش انگلیش بهش میگیم garden. اگر همون خونه رو از روبرو ببینیم، به پشت بام خونه گفته میشه روف. در خونه میشه دو. به این مجموعه کلن گفته میشه هاوس. هاوس با هم یه فرقی داره. شما میتونید هر جایی تو یک آپارتمنت، تو یک بلاک آف فلتس یا یک انواع مختلف خونه که هستش، حالا از این درس خارجه، مثل بانگلو، تراست یا چیزای دیگه، اونجا هر کدومش یه دونه هاوسن. ولی جایی که شما زندگی میکنید، کسی که ممکنه در یک جایی زندگی کنه، توی یک کاروانی، توی یک حالا هر جای دیگه‌ای که شکل ساختمونی نداشته باشه، اونجا میشه هومش. در جلوی منازلی که حالا حیات دارن، سبزکاری میشه، به اون چمن گفته میشه لون. پنجره میشه ویندو. اتاق پذیرایی living room. صندلی دسته‌دار armchair. چیزی که ما در ایران بهش میگیم کاناپه، در امریکن انگلیش بهش میگن couch و در بریتیش انگلیش بهش میگن sofa. تلویزیون که ما به فرانسه اونو تلفظ میکنیم، در انگلیسی بهش میگن تلویژن یا تیوی. شورت فرمش میشه تیوی. اتاق خواب میشه
bedroom و کمد لباسا میشه wardrobe. چراغ میشه lamp. bed تخت خواب. کشوی لباسا که ما در ایران بهش میگیم دراور، در امریکن انگلیش بهش میگن dresser و در بریتیش انگلیش بهش میگن chest of drawers. به میز کنار تخت گفته میشه bedside table. به همون چیزی که ما بهش میگیم کوسن، البته با بالشت فرق داره، گفته میشه cushion. قالیچه میشه rug. چراغ اتاق گفته میشه light. به اتاق ناهارخوری یا سالن ناهارخوری گفته میشه dining room. table میز. chair صندلی. study اتاق مطالعه. bookcase کتابخونه. desk میز تحریر. bathroom سرویس بهداشتی که شامل توالت، شاور و باف میشه. شاور دوش. تاول حوله. توالت همون توالت. در امریکن انگلیش به اون چیزی که ما در ایران بهش میگیم وان گفته میشه باف تاب و در بریتیش انگلیش بهش میگن باف. رفریجریتر یخچال یا فریج. قسمت سردخونه یا فریزرش گفته میشه فریزر. کیچن آشپزخونه. چراغ خوراکپزی در امریکن انگلیش گفته میشه stove و در بریتیش انگلیش بهش گفته میشه cooker. سینک روشویی. دیش واشر ماشین ظرفشویی. در امریکن انگلیش گفته میشه کابینت، همون که ما کابینت آشپزخونه میگیم، و در بریتیش انگلیش بهش گفته میشه کاپبورد. به سطل آشغال در بریتیش انگلیش گفته میشه ترش کن و در بریتیش انگلیش بهش میگیم بن. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.